یکی بازی که دوست داشتم همین بازی با اسد بود. میگم یه اتمسفر فوق‌العاده‌ای بود، یعنی از همه نظر فوق‌العاده بود. پارسال هم ما چند تا بازی خیلی سخت داشتیم با ذوب‌آهن. بازی که 5-2 بردیم بنیادکار رو توی اصفهان. اون بازی هم خیلی به من مزه داره، جورایی شده. اون تا بازی خیلی دوست داشتم.